دلسوزی آخوند رافضی برای قبر همسران و یاران رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم. امروز هم ما میبینیم که دشمنان اهل البیت، دشمنان دین اسلام، دشمنان تاریخ اسلام امروز اومدن حرم ائمه بقی علیهم السلام رو در بقی، قبرهای اون بزرگواران رو، قبر زنان پیامبر رو، قبر فرزندان پیامبر رو، قبر عمه های پیامبر رو، قبر اصحاب پیامبر رو، قبر مادر پیامبر، پدر پیامبر، جد پیامبر، حضرت ابوطالب، حضرت خدیجه کبری و هر چه آثار اسلامی هست رو تخریب کردن، با خاک یکسان کردن. الان اگر چنانچه شما بروید به مدینه میبینید یه مش انسانی که از منطق و آگاهی و عقل به دور هستن بلدوزر گرفتن، وسایل سنگین گرفتن، تمام این بارگاه رو 84 سال 86 سال خراب کردن. خب اینا حقد و کینه است، دشمنی با امیرالمومنین سلام الله علیه. جناب آخوند، از کی تا به حال شما برای همسران و اصحاب پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم دلسوز شده اید که سنگ آنها را به سینه میزنید و یا اینکه فقط برای عوام فریبی اشک تمساح میریزید؟ جناب آخوند، اگر منصف هستید و راست میگویید که گنبد و بارگاه نساختن بر روی قبرها در مکه و مدینه به خاطر دشمنی با امیر مومنان علی رضی الله عنه است، پس چرا این مردم بر روی قبر ام المؤمنین عایشه صدیقه دختر ابوبکر صدیق رضی الله عنهما زیارت و بارگاهی نساخته اند؟ چرا بر قبر ام المؤمنین حفصه دختر عمر فاروق رضی الله عنهما بارگاه و زیارتی ساخته نشده است؟ چرا بر روی قبر خلیفه سوم مسلمین عثمان بن عفان رضی الله عنه قبر و بارگاهی نساخته اند؟ چرا بر روی قبر 10,000 صحابه بزرگوار دیگری که اهل سنت آنها را نور چشم خود می‌داند مرقد و بارگاهی ساخته نشده است؟ و چرا مردم و علمای عربستان برای پادشاه فقید خود ملک فهد هیچ قبر و بارگاهی نساختند؟ آیا همه این موارد به خاطر دشمنی با امیرالمومنین علی رضی الله عنه است؟ حقیقت آن است که ادعای این آخوند دروغی بیش نیست، زیرا علاوه بر کتب معتبر اهل سنت در کتب معتبر شیعه نیز روایات زیادی از رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم و ائمه علیهم السلام وجود دارد که به صراحت مسلمانان را از ساختن گنبد و بارگاه و زیارتگاه بر سر قبرها منع نموده است و اهل سنت بر اساس این فرموده ها از ساخت ضریح و بارگاه و مرقد بر روی قبرها منع می نمایند. روایات زیر تنها نمونه از این روایات در کتب شیعه است. در کافی و وسائل الشیعه از امام جعفر صادق رحمه الله روایت شده است که رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند: جز خاکی که از خود قبر بیرون آورده شده خاک دیگری بر روی آن ریخته نشود. در وسائل الشیعه جلد 2 صفحه 869 از امام جعفر صادق رحمت الله علیه روایت شده است که امیرالمومنین علی رضی الله عنه فرمودند: رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم مرا فرستاد و فرمود هر عکسی را دیدی نابود کن و هر قبری را دیدی هموار ساز. در من لا یحضره الفقیه جلد 1 صفحه 135 و وسائل الشیعه جلد 2 صفحه 868 از امام علی رضی الله عنه روایت شده است که فرموده اند: کسی که قبری را بازسازی کند یا مجسمه ای بسازد یقینا و بدون شک از اسلام خارج شده است. در الاستبصار جلد 1 صفحه 217 و وسائل الشیعه جلد 2 صفحه 869 از علی بن جعفر رحمت الله علیه روایت شده است که از موسی کاظم رحمت الله علیه پرسیدند: آیا ساختن قبر و نشستن بر آن جایز است؟ فرمودند: ساختن قبر و نشستن بر آن و گچکاری و گلکاری آن جایز نیست. اگر شهرهای مکه و مدینه در دست شما روافض بود، معلوم نبود که چه بلایی بر سر قبور همسران و یاران رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم می آوردید. شاید هم مانند امام زمان خیالیتان آنها را از قبرهایشان خارج نموده و به آتش می کشیدید.